دانشجویی و میخوای ایده برای کسب درآمد تو دوران دانشجویی پیدا کنی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. آخر ویدیو یه ایده ناب بهت میگم که با مدت کم بتونی به درآمد خیلی بالایی برسی. سلام بچه‌ها، من اومدم با یه ویدیو جذاب دیگه. من آیلینم، دانشجو پزشکی دانشگاه تهران. تو این ویدیو میخوام چند تا شیوه، چند تا کار برای کسب درآمد تو دوران دانشجویی بهتون بگم. ببین، من این کامنت ها از یه سری از بچه‌ها گرفتم که چه کارهایی هست که میشه با پارت تایم کار کردن، با مثلا روزی 2-3 ساعت وقت گذاشتن بشه یه درآمدی تو دوران دانشجویی کسب کرد. یه نکته‌ای هم که هست، ببین رشته‌های دیگه مثلا شاید 4 سال دیگه که لیسانس رو تموم میکنن وارد بازار کار میشن. پزشکی و دندون و دارو این مشکل رو داره که چون دوران تحصیلش خیلی طولانیه، مثلا شما پزشکی بخونی 7 سال طول میکشه، در اصل داری تو اون 7 سال از بازار کار هی داری دورتر میشی و باید سعی کنی تو دوران دانشجویی هم یه کاری برای خودت جور بکنی که هنوز اینوالو باشی با اون کانسپت سختی‌های پول درآوردن و اینا. من تو این ویدیو بهت 5-6 تا شیوه میگم که بتونی با همین روزی 2-3 ساعت وقت گذاشتن به کسب درآمد برسی. ببین، اولین و راحت ترین کاری که به عنوان یه دانشجو شما میتونی انجام بدی تدریسه. بخوای زبان تدریس کنی، ریاضی تدریس کنی، فیزیک تدریس کنی، یا چه میدونم مثلا یه مهارتی داری که قبلا یاد گرفتی، مثلا شنا یاد گرفتی قبلا، یا مثلا یه گیتاری، پیانوی چیزی یاد گرفتی و الان اونو باید به یه لولی برسونی که بتونی از طریق تدریس کردن کسب درآمد کنی. ببین، واقعیتش رو بخوای با همین 2-3 ساعت کار کردن هم به پول خوبی هم میتونی برسی. یا مثلا شما حساب کن خصوصی بیای زبان تدریس کنی، یا مثلا چه میدونم بری مثلا کنکور برای بچهای کنکوری زیست تدریس بکنی، یا مثلا همین پیانو شما مدت هر جلسات میشه مثلا نیم ساعت، ولی تو اون نیم ساعت، حالا من تعریف دقیقش رو نمیدونم، ولی تو اون نیم ساعت مثلا شما میگیری 200 تومن بالفرض خب برای هر جلسه، که واقعا با روزی 2-3 ساعت کار کردن توی مثلا طولانی مدت تو بازه مثلا 5-6 ماهه میبینی که چقدر شما جلو افتادی. و ببین، توی که دانشجوی حتما یه مهارتی داری که بتونی اونو به بقیه یادش بدی. حالا صرفا ممکنه یه جاهایی لازم باشه اون مهارت تو بهترش بکنی که به لول آموزش دادن برسه، ولی قطعا 70-80% کارو تا الان بلدی. یه ذره مثلا کافیه 10% خودتو ارتقا بدی که بتونی به بقیه اونو آموزشش بدی. بعد ببین، یه خوبی هم که داره، شما وقتی با این اینوالو میشی که مثلا داری پیانو تدریس میکنی، وقتی با این اینوالو میشی که برای خودت هنرجو پیدا کنی، برای خودت مثلا یه دانشجو دانش آموزی پیدا بکنی، میتونی تو طولانی مدت این مهارت مارکتینگت هم بهتر کنی. مثلا 5 سال دیگه که بالفرض داری پزشکی میکنی، 5 سال دیگه که پزشکی تموم شد، خیلی راحت‌تر میتونی تو بازار کار برای خودت مشتری پیدا بکنی. یا اصلا به هر کار دیگه، چه میدونم داری معماری میخونی، خب بعد اینکه درس تموم شد باید بتونی برای خودت یه مشتری پیدا کنی که بیاد بهت کار بده دیگه. وقتی میای الان تو همین دوران دانشجویی این چیزا رو یاد میگیری، این مهارتات هم تو طولانی مدت خیلی بهتر میشه طبیعتا. دومین کاری که میتونی از خونت انجام بدی و حتی نیازی نیست به حضور در محل کار، کارهای مربوط به فتوشاپ و ادیت و مثلا دوبلوری و این چیزا. حالا مثلا دوبلوری صدای خیلی خوبی میخواد که فارغ از اون استعداده باید اون توانایی رو از بیس تو ذاتت داشته باشی. ولی مثلا تو بخوای ادیت بکنی، میری مثلا یه دوره رو ثبت نام میکنی، فتوشاپ یاد میگیری، پریمیر یاد میگیری، یا مثلا چه میدونم میری ادیت ویدیو یاد میگیری و میتونی حتی تو خونه بشینی پشت سیستم، مثلا با یکی در ارتباط باشی، مشتری برای خودت پیدا کنی، با یکی در ارتباط باشی، ویدیوشو ادیت کنی واسش بفرستی. ببین، همین یوتیوبرها اکثریتشون با ادیتور کار میکنن. یعنی شما کار یوتیوب رو شروع کردی به یه لولی که رسوندی، دیگه اصلا فرصت نداری که بشینی که خودت ویدیو ادیت کنی. نیاز داری که یه ادیتور داشته باشی. شما حتی اگه با اینا هم در ارتباط باشین، به یه سریاشون ایمیل بدین، واسه شما کار ادیتوری هم به راحت جور میشه. حتی ببین، برای این کارا یه سری سایت‌های فریلنسری هستن. حالا هم ورژن ایرانیشو داریم، هم ورژن انگلیسی زبانشو داریم که میتونین از طریق اونا هم با افراد در ارتباط باشین و چه ایرانی چه خارجی واسهشون کار ادیت و اینا رو انجام بدین، که اگر که طبیعتا مشتری خارجی پیدا کنین، درآمدتون نسبت به مشتری ایرانی داشتن خیلی هم بهتر میشه، چون دارین از اونها دلار میگیرید. سومین کاری که به نظر من واقعا ایدئاله ولی یه ذره سرمایه میخواد، اینه که بیای یه کاری مرتبط با رشته تحصیلی خودت انجام بدی. مثلا ببین، مثلا شما داری پزشکی میخونی یا مثلا داری دندون میخونی. حالا من اول پزشکی رو مثال میزنم، بعد میرم سراغ رشته دیگه.
مثلا تویی که داری پزشکی میخونی، میای اول یه پیج اینستا میزنی، یه مقدار که فعالیت کردی به یه لولی از فالوور که رسوندی، میای یه خیاط پیدا میکنی، باهاش قرارداد میبندی، میای تولیدی روپوش پزشکی و اسکراب میزنی. ببین شما اگه پزشکی بخونی میبینی دیگه، مثلا میری برای خودت اسکراب ببینی، جنس و کیفیت اسکرابای زنانه افتضاح، دوختشون خیلی بده. من نمیدونم علتش چیه، ولی واقعا وقتی میری اسکراب بگیری میبینی اصلا جنسا افتضاح. یعنی یه لباسایی اصلا با جنس پلاستیک که سریع اصلا بو میگیره تو محیط بیمارستان، یه چیز فاجعه باریه دیگه. شما اگه بتونی یه پارچه درست حسابی پیدا کنی، فله‌ای بگیری، با یه خیاط قرارداد ببندی و تو طولانی مدت اینا رو تولید بکنی، بتونی واسه خودت مشتری گیر بیاری و بفروشی، هم یه کار مرتبط با رشته خودت انجام دادی، همین که فردا پس فردا اون فالوورایی که جذب کردی بخوای کار زیبایی بکنی، بخوای تخصص خوندی مطب بزنی، اونا میشن مشتری ثابت تو. یه اصطلاحی داریم ما تو کار یوتیوب، کور آدینس. اینا میشن کور آدینس تو که دیگه تو رو آیدلایز میکنن و اصلا هر چی که تولید بکنی قطعا مشتری ثابتت میشن، ازت میخرن. فرض کنیم که تویی که داری این ویدیو رو میبینی مثلا دندون خوندی، بهترین کار واسه چیه؟ اینکه تجهیزات دندون پزشکی بفروشی. حالا میگم اینا سرمایه‌های خیلی زیادی میخواد. حالا مثلا یه تولیدی اسکراب زدن خب طبیعتا سرمایه‌اش کمتره، ولی دیگه بخوای تجهیزات دندون پزشکی بفروشی طبیعتا سرمایه زیادی ازت میخواد. یا مثلا اگه سرمایه‌شو داری استتسکوپ وارد کنی و بفروشی. میدونی وقتی استتسکوپ خودت بیاری چقدر سود میکنی؟ چون تو مثلا داری با دلار مثلا 80 تومانی وارد میکنی، خب و بعد که میای اونو به ملت میفروشی، روش میکشی با دلار 85 تومن داری میفروشی. این چیزیه که درآمد بروز بهت میده و خیلی هم شغل فوق العاده. همیشه هم کلی دانشجو هست که خواستار این باشه که ازت استتسکوپ بگیره. حتی میتونی مثلا با گروه‌های پزشکی و اینا در ارتباط باشی با دانشجوشون، تبلیغ بدیم مثلا فلانی که ورودی 99 بیا مثلا منو به دوستات معرفی کن، بیا مثلا بیان ازم استتسکوپ بگیرم، مثلا تخفیف خرید گروهی هم بهتون میدم. ببین اگه تا اینجای ویدیو اومدی برام کامنت کن که این ایده هایی که دادم کدومش واسه شخص شما قابل عملی کردنه و کدوماشو میتونین بهتر نتیجه بگیرید. یه ایده عالی دیگه برای بچه‌هایی که رشته زبان میخونن، مترجمی. به راحتی میتونی مشتری پیدا کنی، به خصوص که الان بازار مهاجرت خیلی داغه. میان مدارکشون رو ترجمه کنن، چه میدونم میان یکی میاد پایان نامه رو ترجمه بکنه. ببین همیشه یه چیزیه که میدونی، یه شغلیه که از وقتی که من بچه بودم رو بورس تا همین الان. تازه ببین الانم که مثلا چت جی پی تی اومده، میتونی ازش خیلی کمک بگیری، کارت هم خیلی راحت تر شده. ولی همچنان این شغلیه که تو بورس اگر که باز بتونی مارکتینگ خوبی بر خودت بسازی و مشتری تو پیدا بکنی. اول ویدیو گفته بودم تا آخر ویدیو با من همراه باش که یه شغل خیلی توپ بهت بگم. اگر تویی که این ویدیو رو میبینی توانایی اینو داری، استعداد اینو داری و مهمتر از همه دوست داری پشت دوربین نشستن و یوتیوبری، بهترین شغل ممکنه. ببین سختی‌های خودشو داره، حالا من یه ویدیو ریکورد میکنم راجع به سختی‌هاش هم توضیح میدم، ولی اگر که میتونی پشت دوربین بشینی و با اعتماد به نفس صحبت بکنی، واقعا یکی از شغلای خوبه. بالاخره ببین شما یه چیزی بلدی، یه چیزی تو چنته داری که بتونی اینو به بقیه آموزش بدی دیگه. یا مثلا بیای از تجربیات خودت صحبت کنی، یا اصلا ولاگ بگیری که به مرور زمان اون ولاگ گرفتن رو یاد میگیری. یوتیوبری واقعا میتونه برات خیلی شغل خوبی باشه، درآمدش هم که خب خودتون میدونی دلاری هستش و حدود 5-6 ماه هم به نتیجه میرسه. سرمایه آنچنانی هم ازتون نمیخواد. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. اگر شغلی در نظرت هست که من تو این ویدیو نگفتم، حتما تو کامنت ها برام بنویس. اگه موضوعی هست که دوست داری برات ویدیو بگیرم، باز تو کامنت ها برام بنویس. من همه کامنت ها رو میخونم و سعی میکنم همشون جواب بدم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیو بعدی بهتر.